میخوای اول سلام کنی؟ بچه مفهوم. سلام. سلام. خوش اومدین. من شایانم. من علیرضام. خوش اومدین به اولین اپیزود، در واقع دومین اپیزود از پادکست ما عالم بی‌عمل. چون اپیزود اولو علیرضا ضبط کرده، البته فقط صوتیه. و واسه معرفی هم من شایانم. من علیرضام. خوش اومدی به پادکست ما، مخصوصا اونایی که لایک میکنن، ساب میکنن و با دوستاشون به اشتراک میذارن. خب قراره امروز راجع به چیا صحبت کنیم علیرضا؟ امروز عمل از خودت بود، چی کارا کرد این هفته؟ این هفته که با هم بودیم همش. اوکی میکنه. این هفته که همش با هم دیگه بودیم. کل هفته رو جاتون خالی رفتیم شما، خیلی هم خوش گذشت. خیلی مخصوصا به تو. به من که عالی گذشت. عالی. معرکه بود. ماشینمون خراب شد. درسته، کلی خرج کرد. خودمون خراب شدیم سهم خوب. فقط دادیم خراب برگشت. و اگه بخوایم حالا از شوخی و اینا بگذاریم، موضوع پادکست امروزمون اینه که برای شروع کردن یک کار اول باید کلا چی کار کنیم، چه تو ذهنمون چه تو عمل. به نظر من اولین قدم همینطور که اینجا نوشتیم داشتن یه هدفه. این که تو اصلا چرا میخوای یه کاری رو شروع کنی؟ تو میخوای راجعش حرف بزنی؟ موضوع اون هدفه. آره. هدف. ببین تو زندگی همون خیلی پیش میاد که هدف داریم عمل نمی کنیم یا هدف نداریم و دوست داریم عمل کنیم. دوتا مقوله جدا هست. بعضی موقع من اکثرا مثلا بدون هدف عمل میکنم. خودم تو زندگیم اینجوریه. خیلی هم چیز بدیه، یعنی چیز جالبی نیست، چون اتفاقی که میفته اینه که وقتی بدون هدف میرم جلو، یه جای مسیر همه چی استوب میشه. من میتونم چیزی اضافه کنم؟ آره. به نظر من خود داشتن هدف خودش دوتا معقول است. یکی داشتن یه هدف جزئیه، یکی یه هدف کلی. هدف جزئی که حالا اکثرا دارن پوله. تو میری سمت یه کاری رو شروع میکنی که یه درآمدی داشته باشی، بتونی به اصطلاح یه آب باریکه‌ایه زندگیت رو ازش بگذرونی. ولی اصلا اون هدف کلیه به نظر من همون رویاست. اون رویایی که تو داری. مثلا من میخوام بزرگترین فوتبالیست دنیا بشم. من میخوام بزرگترین خواننده دنیا بشم. خب این هدف خیلی فرق داره با اون هدف جزئی و خب مسیراش هم متفاوته. جایی رو تو زندگیت با هدف رفتی تا حالا؟ اون هدف کلا هدفت از زندگی چیه؟ بخوایم واقع بین باشیم پول. اونقدر پول داشته باشیم که هر کاری کش. اونقدر پول داشته باشیم که هر کاری که دوست داشتیم بکنیم. هر جا که دوست داشتیم بریم. یعنی هر کسی غیر از این بگی من نظر من شاخان گفته. درست حرفت. میدونی این درس مقصدی که آدم بهش میرسه. یعنی مثلا یه نفر میاد میگه من هدفم تو زندگی تشکیل خانواده است. تشکیل خانواده نیازمند پوله. یه نفر میگه هدفم تو زندگی اینه که دور و بریام و خانواده‌ام سلامت باشه. آره. سلامتی نیازمند پوله. یعنی یه چیز کلی رو گفت. مثلا میدونی چی میگم؟ من هیچ وقت رویای اون شکلی نداشتم که بگم من میخوام بزرگترین مثلا فوتبالیست دنیا باشم. من میخوام مثلا بزرگترین معمار دنیا باشم. نه اصلا این شکلی نیست. من صرفا دوست داشتم همیشه اونقدی آزاد باشم که هر کاری که دوست داشتم بکنم. آزادی نیازمند چیه؟ پول دیگه. پول زیاد. مثلا اون قسمت هر کاری که دوست داشتم بکنم. ابواب شهر من پول. آره. حالا خودت چی؟
خودم تو زندگیم من خیلی آدم بی هدفی بودم، ولی الان مثلا تو این سنی که رسیدم واقعا دوست دارم مثلا یه حرکت برای زندگیم بزنم، به استقلال برسم. چون خیلی حالا وضعیت من الان جوریه که وابستم به خانواده و خب حالا خانواده تا یه جایی میتونه آدم رو تأمین کنه، از یه جایی به بعد دیگه آدم باید رو پای خودش وایسه. حالا چیزی که هست دارم الان سعی تلاش خودم رو میکنم دیگه، حالا هم با تولید محتوا، هم با همین کار پادکست یا کاری که انجام میدم، عکاسی و اینجور چیزا. ولی میدونید باز تو این مسیر که الان من دارم میرم، هدف نهایی برام تعریف نشده. یعنی مثلا این هدفم جایی ننوشتم، یه چیز، یه مقصد نهایی ندارم. پس چی میشه؟ بی برنامگی پیش میاد برام. حالا اینجاست که من میخوام خودمون رو وارد مبحث دوم کنم. ما الان هدف رو داریم. به فرض مثلا تو میخوای یه عکاس و فیلمبردار حرفه‌ای درجه 1 بشی. آیا این علاقته؟ یا صرفا کاریه که میتونی انجام بدی؟ نه، علاقمه. نگاه توی این نقطه علاقه و هدف در یه راستا قرار میگیرن. علاقه دیگه علاقه هم هست، چون واقعا میدونی موقعی که حالا میای یه عکس، یه فیلم، چیزی میگیری، نتیجه رو که میبینی خیلی به حال میده. من معتاد اون نتیجه شدم و خیلی هم لذت بخشه. یعنی مثلا میای از یک کسی حالا کلیپ میگیری یا برای یه جای تولید محتوای کاری انجام میدی، وقتی طرف راضیه این تو رو هم به یه خوشحالی میرسونه، به یه یعنی یه جور میشه که از کارت خیلی خوشت میاد. ساتیسفاینگ. من دیدم مثلا تو یه ادیتی که میزنی خیلی خوشحال میشی وقتی میبینیش. 60 بار نگاهش میکنه. حالا میرسه ببینید بخش مهمتر از این ماجرا. تو هدف داری، علاقه داری، ولی ممکنه تواناییشو نداشته باشی. که اینجا ما میرسیم به این که ما باید واسه کاری که میخوایم کنیم تلاش کنیم. مثلا ما اگه میخوایم یه فیلم بردار حرفه‌ای بشیم، باید بریم یاد بگیریم. باید تواناییمون رو ارتقا بدیم. حالا تو چون که خودت تو این کار بودی چند بار، حالا تو کلاس رفتی، درسشو خوندی، بگو که چقدر تاثیر داشته؟ نگاه کن، هر کسی که بخواد یه کاری رو انجام بده، تا اون علاقه‌شو نداشته باشه، هر چی میخواد کلاس هم بره، هر چی میخواد تو اون کار پیشرفت کنه، به نظر من اون پیشرفته هیچه. دقیقا واسه همین بود من علاقه رو اینجا گذاشتم. چون تو وقتی یه هدف داری، علاقه‌شو داری. من علاقه رو اینجا گذاشتم که با این توانایی بتونه مچ بشه. دقیقا مثلا تا موقعی که حالا آدم دیدم که مثلا میاد میگه که آقا من میخوام فلان کلاس رو برم. چرا؟ چون داخلش پوله. میدونی؟ مثلا میگی من هدفم پوله، بهتون میگم کلیه، این چیز درستیه ولی چیز جالبی نیست. مثلا طرف میگه من هدفم پوله، برای همین میخوام این کلاسه رو برم این کار رو انجام بدم. خب وقتی علاقه بهش نداری، مطمئن باش هیچ پولی ازش عاید نمیشه. پولی هم اگر ازش عاید بشه خیلی چیز کمیه. وقتی علاقه نداشته باشی کارتو باهاش انجام نمیدی. خیلی کارها هستن که نیاز داره که مثلا تو عاشق کارت باشی دیگه. تقریبا همه کارها همین جوریه که آقا مثلا من دارم الان این کار برای یکی انجام میدم، انگار دارم برای خودم انجام میدم، ولی خیلی ها اینجوری نیستن. طرف فقط داره کارا رو انجام میده که یه پولی گیرش بیاد، که چه میدونم بخور و نمیرش باشه، که اصلا فایده نداره. حالا مثلا ببخشید
چیزی که حالا باعث شد من برم مثلا سمت عکاسی و اینا، مثلا دختر همون بود، شکست عشقی بود. خیلی چیزا تو مسیر آدم میاد که تو رو به یه جایی میرسونه که میبینی که این حالا این اتفاقای بعدی که افتاد خیلی برام اوکی شد، خیلی جالب شد و بعد مثلا تو اون مسیری که تو رو میرسونه به یه جایی منتهیت میکنه دیگه. تو اون مسیره رو میگی چقدر اوکی و ادامهش میدی. مثلا برای من این اتفاقایی که افتاد، رسیدم به عکاسی، دیدم چه دنیای باحالیه، چون حالا مثلا از بچگی هم به عکاسی، حالا با گوشی و اینا، این گوشی قدیمی که مینداختن دور گردن، خیلی علاقه داشتم. ولی جلوتر که رفتم خب مثلا حالا علاقه یکم عوض شد، ولی باز مسیر من آورد همینجا که رسیدم به حالا مثلا کلاس و اینجور چیزا و حالا تجربه‌ای که از بچگی داشتم تا اون موقع. من مثلا اولین دوربین عکاسیم یه دونه از این کنونای دیجیتال کوچیکا بود، تو هر خانواده یه دونش بود. دوربینش کوچولو خیلی هم با کلاس بود، مستطیلی، هر کی داشت لرد خانواده. یه کیفی هم داشت مینداخت رو گردن. نه اون جدیدترش من دارم، تو داری چیزا آنالوگا رو میگی؟ نه مستطیلی بود، کوچیک قدی بود، صفحه دیجیتال داشت، کوچولو میومد بیرون می‌خواست عکس بگیری. دیجیتال بود صفحه. آره ولی این کوچولویی که میگی اینقدر لنز بود حاجی. آره هم از نسبت به دوربینه الان خیلی کوچولو بود دیگه مثلا رفتم کلاس، یکم تجربه کسب کردم، شروع کردم عکاسی کردن، شروع کردم پیج زدن و مثلا هدف تو اون تایم، میدونی این یه نکته‌ایه که حالا به نظرم گفتنش میتونه جالب باشه. تو یه سری هدفهای کوتاه مدت داری، یه سری هدفهای بلند مدت داری. مثلا هدف کوتاه مدت من تو اون زمان این بود که از عکاسی پول در بیارم، هنرمو بفروشم. همون هدف جزئی. آره البته مثلا تو ایران هنر رو نمیشه فروخت، چون خریدار نداره. تو ایران باید بازاری کار کنی، ولی اگر بتونی بکنی تو پاچه بقیه خیلی پول خوب میشه از هنر در بیاری. من خودم خب وقتی رفتم معماری تو ذهنم بود که مثلا تصورم معماری بود که چقدر خفنن، یارو میره فلان آسمون خراش رو میسازه و ایجا حرفا. ولی وقتی رفتم توش اون علاقه کلن پرید. نه تنها پرید بلکه کاملا برعکس شد. من متنفر شدم به اصلا با تصوراتم جور در نمیومد. سر همینه که الان برگشتم به هدف اول خودم. من موقعی که دبیرستان بودم، خب اون موقع به پلیستیشن 4 داشتم، دوربین داشتم، پلیستیشن پلاس داشتم، تمام امکانات استریمو داشتم. استریمم تازه اسمش اومده بود تو وسط، مثلا تو چنل تلگرامی ایرانی و من واقعا تو فکرش بودم اون دوران. میشه سال 2017. تو اون سالم اگه من شروع میکردم میتونستم خیلی راحت تبدیل به یکی از بزرگترین استریمرهای الان بشم. اون دوره مثلا امی فانتوم فقط استریم میکرد با چند تا دیگه خیلی انگشت شمار بودن. الان خیلی هاشون فید شدن کلا. دقیقا یه بحثی که هست همینه، مثلا تو موقعی که به یه چیزی علاقه داری، اگر که شروعش نکنی چند وقت بعد به این نتیجه میرسی که آقا اگر اون موقع شروع میکردم میتونستم الان خیلی جلو باشم. خب فایده نداری هست. آره فایده نداره دقیقا. یعنی بیشتر اینجوریه که اعتماد به نفس خودتو میاری پایین و به نظر من هیچ وقت برای شروع کردن دیر نیست، چه کار باشه، چه نمیدونم درس باشه، چه بخوای زندگی تو روال کنی. من میخواستم این مطلب رو گفتم الان
که برسیم به مبحث بعد. ما هدف رو گفتیم، علاقه رو گفتیم، توانایی رو گفتیم، الان وارد مبحث امکانات شدیم. تو تمام اینا رو داری، الان ببینیم امکاناتش رو داری یا نه. من اون دوران امکانات استریم رو داشتم ولی نکردم. حالا این میرسه به مباحث بعدی، الان نمیخواد در موردش توضیح بدم. و ما خودمون که داریم این پادکست رو میگیریم امکاناتش رو داریم که داریم این کار رو میکنیم، ولی بعضی اصلا ندارم. تو چی پیشنهاد میدی وقتی به یه همچین مرحله میرسی؟ نگاه امکانات رو تو نباید این در نظر بگیری که حالا چه میدونم میخوام مثلا به فرض مثلا این پادکست رو پر کنم، بیام نمیدونم یه ستاپ خفن بچینم، یه دوربین باحال داشته باشم، همزمان تصویری بگیرم. خیلی از کسایی که پادکست پر میکنن مثلا پادکست های تصویری ندارن. میدونی چی میگم؟ یعنی طرف فقط میاد به فرض مثال کتاب میخونه یا چه میدونم هر چیزی، با وایس ریکوردر گوشی هستم. با وایس ریکوردر گوشیه. من مثلا تایمی که شروع کردم عکاسی کردم، پیجی که داشتم پیج خودم بود، اومدم داخلش با یه گوشی چیز داشتم اون موقع، فکر کنم آیفون SE بود، اولین سری SE بود که شبیه 5S هم بود، خیلی جمع جور شیک کوچولو، خیلی باحال بود. بعد اومدم با اون شروع کردم عکاسی کردن، یعنی همون اون نقطه‌ای بود که رسیدم، گفتم این مسیری بود که بهش رسیدم، شروع کردم برای عکاسی اونا. من با اون گوشی شروع کردم و همه تلاشم بر این بود که صدمو داخل چیز بذارم، صدمو داخل اون عکاسی بذارم. یه نکته‌ای که مثلا بود برا من توی کارم این بود که آقا هرچی تجهیزاتم بهتر باشه عکاس بهتریم. یعنی مثلا عکاسی رشتهش اینجوریه دیگه، تو هرچی تجهیزاتت بهتر باشه عکاس بهتری میشی. البته به شرط استعداد و اینجور چیزا. مثلا آقا تو تالنتی داری توی حالا کادر پیدا کردن، توی ترکیب بندی، ولی تجهیزات درست درمون نداری. و این بلا هم خیلی سر من اومد. یعنی من از همون اولش که شروع کردم عکاسی رو تجهیزاتی نداشتم و خیلی بد بود. مثلا نمیدونم، فکر کنم اولین چیزی که خیلی به درد بخور بود برام چیز بود، لنز دوربین بود، لنز 50 فیکس بود. حالا کسایی که تو کارن میدونن به درد بخورترین چیزی بود که میتونستم بگیرم تا کارمو تا یه جای پیشرفت بدم. نمیدونم، تازه این برای وقتی بود که حالا عکاسی با گوشیم تموم شده بود و حالا یه دوربین گرفته بودم با یه مبلغ خیلی کم. رفتم بهترین دوربین بازار پیدا کردم که مثلا حالا میگم چون وابسته به خانواده بودم که مثلا اون تایمه به خانواده فشار نیاد. چی بود دوربینت؟ کنون 4000D. و باز مثلا تو اون تایم شروع کردم و اینا و خیلی با بدبختی میتونستم کارا رو انجام بدم به خاطر نبود تجهیزات، به خاطر نبود امکانات. نمیدونم یه سری به قولن حالا برای عکاسی و اینجور چیزا، یه سری سکانسار، یه سری ببخشید صحنه ها رو مجبور بودم با کمترین بودجه بچینم. به فرض مثال همه از فون عکاسی استفاده میکردن، من رفته بودم پشت عکس پارچه برزنتی خریده بودم متری مثلا چه میدونم 100 خورده ای. فکر کنم مثلا فون عکاسی هم مثلا اون موقعی که من خریدم این پارچه برزنتی رو پام 100 خورده ای افتاد، کلن یه پارچه 2 درصد بود. فون عکاسی اون موقع 300,000 تومان بود، 300 خورده ای بود، ولی باز من فون عکاسی رو گرفتم. نمیدونم یه سری صحنه‌های دیگه، یه سری صحنه‌های دیگه رو مثلا با پشت کاغذ چیز چیدم، کاغذ کادو پشتش حالت آلومینیومی بود، خیلی هم باحال بود و خیلی جذاب بود.
اینکه مثلا این مسیره رو با یه امکانات خیلی کمی میرفتم جلو، ولی میدونی میرفتم جلو. پس داری میگی امکانات رو میشه یه کاری کرد. آره 100% میتونی یه کاری کنی، میتونی اصلا حتی تو ندارترین حالت ممکن میتونی کسی رو پیدا کنی ازش قرض بگیری. خیلی راه هست که تو بتونی یه کاری رو شروع کنی، میدونی؟ دقیقاً بعضی وقتا بهونه است. فقط حالا میرسیم به این بخش. یه رستی بریم من لیوانه ها رو بیارم. اوکی یعنی هم داره خاموش میشه. بریم برای چای. زدی؟ تا تو موضوع بعدی رو میگی منم. بله ردیف. از هدف گفتیم، از علاقه گفتیم، از توانایی، امکانات. الان میرسیم به مبحث زمان. چون اکثر ما حالا بسته به نیازمون، اجبارمون، یه سری کارا داریم. مثلا چه میدونم یکی از سوپرمارکت کار میکنه ولی خب دوست داره کار یوتیوب هم انجام بده و خب اکثر زمانش رو توی سوپرمارکته و تایم اینو نداره که مثلا به علاقش که یوتیوب برسه. یاره یه مثال خیلی ساده است. حالا راه حل این کار اینه که تو انقدر از این هدفت مطمئن باشی که تمام وقت تو بذاری روی علاقت که همون هدفته. و خب بعضی ها میترسن که این کار رو انجام بدن که حالا این ترسه خیلی جالبه که با مورد آخر خیلی همسوه که جرأت شروع کردن یه کاره. این جرأت حالا برمیگرده به این که تو تمام تمرکزتو بذاری روی انجام کاری که علاقته. و یه جرأت دیگه هم هست که اینه که تو اصلا این کار رو شروع کنی. چون مثلا یه کاری مثل تولید محتوای ویدیویی نیازمند اینه که تو خجالت نکشی. تو با دوربین راحت باشی، تو بتونی حالا این دیده شدنه تحمل کنی، چون این دیده شدنه یه سری نظرات مثبت میاره یه سری نظرات منفی میاره. دقیقاً. حالا این نقدا میتونه از طرف اطرافیانت باشه، افراد نزدیک زندگیت، یا حالا اون مخاطبایی که از دور دارن تماشات میکنن. نگاه بحثی که هست برای این چیزی که میگی یه جمله بود که من خیلی دوستش داشتم و مثلا از اون به بعد سعی کردم خودم بیارم داخل تصویر. میگفت که اگر که میخوای به جایی برسی که بقیه نرسیدن باید کاری انجام بدی که بقیه انجام ندادن. و این یکی از جمله بود که مثلا باعث شد من به قولن موتیویت بشم برای این کارا. و حالا مثلا چیز دیگه که باعث شد من بیام به قولن شروع کنم حالا کار ویدیو و پادکست و اینجور چیزا رو دقیقا همون قسمت اول پادکست بود. یعنی من تایمی که شروع کردم ضبط کردن انقدر یواش یواش اعتماد به نفسم رفت بالا و واقعا قبلش میدونستم هیچ اعتماد به نفسی ندارم و همین الانم مثلا خیلی پیش میاد یه وایسی، حتی وایس معمولی به یکی میدی صداتو گوش میکنی میگی اوه چه داغونم فلان، ولی دیگه مثلا اون تایمه برام مهم نبود، اون حالا وایس یا حالا گافی که میزدم یا منی که میکردم، فقط برام مهم این بود که من این کاره رو شروع کردم باید به جایی برسونمش. حالا شروع این کاره اول شد پادکست، بعد شد تولید محتوای ویدیویی که حالا خودم بیام جلو دوربین
بتونم جلو دوربین حرف بزنم. هنوز مثلا من درست نمیتونم جلو دوربین حرف بزنم، ولی خب باز اعتماد به نفسش رو پیدا کردم. اصلا همین که داری الان این پادکست رو میگیری یعنی این اعتماد به نفس رو پیدا کردی. قضیه استریم که من گفتم یکی از دلایل شروع نکردنش نداشتن این جرأته بود واسه من زمانشو داشتم، امکاناتو داشتم، توانایی و علاقه و هدفشو داشتم، ولی خب اصلا حالا تو اون سن 17-18 سالگی خیلی سخته که آدم بخواد بیاد جلو دوربین. تو سن بلوغ هم هستی. توی وضعیتی که تو مدرسه میری، بلوغ که نیستی ولی دیگه بلوغ داره هورمونا بالا پایین میپره. وضعیت عجیبیه. کسایی که توی سن شروع میکنن واقعا یه لول دیگه از جرأت دارن، از اعتماد به نفس دارن، به جای خوبی هم میرسن. دقیقاً. مثلا اکثر کسایی که موفقن الان از همون سن شروع کردن. خیلی کم پیش میاد مثلا تو دهه 20 یا 30 آدم شروع کنه به جایی برسه، اونم حالا توی فضای مجازی مخصوصا. مثلا کسایی که من از قبل میشناسم گروه وانتونز بود. گروه وانتونز فکر کنم از سن 18 سالگی اینا شروع کرده، 20 سالگی. یا جدید اگر بخوام بگم امیر تتلو اونم بحث اونو نکن. 16 سالگی شروع کردم. من خیلی تتلو رو دوست دارم، بحثشو نکنیم بهتر. الان مثلا بخوام بگم الان مثلا آشنا رو داریم. آشنا بود اسمش؟ آره. پسر رپر فریستایل میکنه. آره. اینا مثلا کسایی بودن که تو سن کم شروع کردن و دمشون هم گرم واقعا. اونا هم دقیقاً الان به جای رسیدن، یعنی اون موقع کاریو کردن که بقیه نکردن، الان هم به جای رسیدن که بقیه نیستن. دقیقاً بحث همینه. من نمیگم بریم کاریو انجام بدیم که کسی نکرده، چون همچین کاری دیگه واقعا وجود نداره. مگر اینکه حالا توی عصر تکنولوژی هستیم کارایی به وجود بیاد که وابسته به هوش مصنوعیه، ایده‌های جدید. آره، چیزایی که الان به ذهن من و شماها قد نمیده اصلا چیا میتونه باشه. مثلا همین پادکست رو اگه شما 100 سال پیش میگفتین یه کاری هست به اسم پادکست، میگفتن این دیگه چیه؟ اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ این چه آره شعریه؟ مثلا این به نظرم حالا هر کاری اگه مخاطب ما هستیم، حالا سنتون 16-17 ساله یا حتی یکم پایین‌تر یا بالاتر، به نظرم بریم تو کارش. یعنی اصلا به دلتون بعد را ندین، نگین مسخرم میکنن، نگین حالا طرف حالا دور و بریان بهم چی میگن، اصلا مسخره بشین. دقیقاً مسخره بشین. آخر سر اونایی که شما رو مسخره کردن مسخره میشن یا اصلا دیده نمیشن. دقیقاً. مسخره شدن الان یکی از چیزایی که مثلا مردم دارن باش نون در میارن. جدی میگم. خیلی از آدم ها الان میان چه میدونم یه پیجی هست اسمش حیوونه میاد اده جن در میاره جلو دوربین، ولی الان خیلی معروف شده. نمیدونم پیجش هر روز فکر کنم تقریبا پیجش میاد تو اکسپلور. برای من خیلی محتوای اکسپلور عالیه. بچه ها جاتون خالی. خیلی میچسته واقعا مرکز. توی سرما داریم یخ میزنیم، ما توی سرما داریم واسه شما پادکست بگیریم. واقعا اگه لایک نکنین یخ بزنیم. تو رو خدا حمایت کن. اگه حمایت نکنیم ما یخ میزنیم میمیریم. آره واسه حسن ختام. حسن ختام آره اشکال نداره با سرد. اشکال نداره واقعا. بحث بعدیمون چیه؟ بحث هست ولی به نظرم ما اینجا ببندیم پادکست رو، چون اگه بخوایم بحث بعدی شروع کنیم ما توی طبقه دیگه میریم و خیلی طولانی میشه این شکلی. بخوایم اینجا ببندیمش به نظر من مثلا
بخوام یه چیزی رو به عنوان مثلا تموم شدن بگم اینه که شروع کردن خیلی مهمه و حتی اگر که میدونی برای شروع کردن بهونه خیلی زیاده. بهونه این که شروع نکنی. برای شروع نکردن 1000 تا دلیل هست. برای شروع کردن یه دلیل هم کافیه. لیدی گاگا میلیون ریزن. کوت گفتی؟ کوت چیه؟ حتی یه چیز دیگه بود، شروع کردن نبود. برای عاشق شدن بود. داشتم امروز گوش میدم. دیگه همین شروع کنیم. ما هم شروع کردیم، دیدین که اصلا زیاد سخت نبود. ما اصلا آدمای معرکه‌ای نیستیم. یه پادکست هم خیلی پادکست ضعیفی ممکنه باشه. 1000 تا گاف داریم. نه حاجی حالا ضعیفم همچین نیست. نسبت پادکست بعدیمون آره. اما میدونی همیشه هم ما نباید خودمون نگاه کنیم. این شروع کردن که من دارم میگم برای کسیه که واقعا هیچ تجهیزاتی نداره، هیچ مثلا به قولن به یه چیزی علاقه داره ولی انگیزه‌ای برای شروعش نداره. و مثلا ما امیدواریم که این مثلا انگیزه‌ای بشه برای شروع کردن هر کسی که میخواد یه حرکتی بزنه برای زندگیش، یه کاری رو استارت بزنه. ولی چیزی که هست مثلا به این نباید به این نباید فکر کنه که حالا من هیچی ندارم چی کار کنم. تمام کارهایی که تو میتونی انجام بدی چه بسا که فقط صرفاً علاقت باشه، یعنی حتی نخوای ازش هیچ پولی در بیاری. زندگی یه جوری پیش میره که یه جوری طور جلو میبره که علاقه‌مندای به اون حالا مثلا کار یا نمیدونم مشتریاش یا هر چیزی میان به سمت تو وقتی که تو کارتو با عشق شروع کنی، کارتو با علاقه شروع کنی، ولی فقط شروع کنی و بعد از اونم استمرار. یعنی اگر تو داری یه حرکتی میزنی، آقا به فرض مثال من دارم قسمت اول پادکستمو میگیرم، داریم با هم دیگه مثلا قسمت اول پادکستو میگیریم، نیم بشینیم بخونیم ببینیم چه خبره یا مثلا به 1000 نفر نشونش بدیم بگیم نظر تو بگو و اونا هم 1000 تا انتقاد مختلف میکنن و همین انتقادها باعث میشه که تو دیگه کلن بگی بی خیالش. آره من چقدر بد بودم، چقدر توی کار ضعیف عمل کردم. اینم هم میگم بچه‌ها اصلا فکر نکنین اگه هدف نهاییتون پول چیز بدیه، چون هدف همه همینه. یعنی اصلا چیز بدی نیست، ولی که فقط پول باشه بده. واسه همین همیشه یه چیزی رو کنار داشته باشه. شما هدف نهاییتون فقط و فقط پول، شما کلاهبرد. دقیقاً. مثلا بگی من میخوام پول داشتم به واسطه ورزش، من میخوام پول داشتم به واسطه مثلا مشهوریت و یوتیوب. دیگه تو همه کاری رو انجام میدی که فقط به اون پول دست پیدا کنی. حالا چه میدونم مثلا داری ورزش رو میگی میای یه چیزی رو میکنی تو پاچه بقیه، چه میدونم میای یوتیوب رو میگی میای چه میدونم میشی پکیج فروش، چیزای چرت و پرتای انگیزشی و چه میدونم روانشناسی زرد و اینجور چیزا که اصلا بعد یه مدت میان میگن اصلا روانشناسی زرد وجود نداره فلان بهمان. اصلا هر چیز صادقانه تر شروع کنیم به نظر من خیلی دوست داشتنی تر و قشنگ‌تر. آره. و مخاطبم میفهمه اینو، چون واقعا مخاطب باهوشه. مثلا مخاطب یوتیوب دیگه الان همه چیزو بلد شده، مگه که تو خیلی کلاهبردار حرفه‌ای باشی. من قبول ندارم، مثلا اینستا قبول ندارم، ولی یوتیوب خیلی قبول دارم. چون تو اینستا خیلی
اصلا نمیخوام بگم احمق، آدمایی دیدم که یه کارایی میکنن، یه آدمایی رو دنبال میکنن، از یه آدمایی تاثیر میگیرن که اصلا نمیفهمم که چطوری میتونن این کارو کنن. میدونی من بعضی موقع فکر میکنم آدم ها واقعا احمقن، یعنی مثلا خرن یا خودشونو میزنن به خریت. اینو میخواید توی پادکست دیگه راجع به صحبت کنیم؟ خر بودن یا نبودن؟ نه آخه خیلی مبحث قشنگیه. چون مثلا ما کانتنت کریئتورایی داریم که خیلی خفنن، کارشون 20 یا مثلا 4-5 هزار تا مخاطب دارن تو یوتیوب، اما طرف مثلا یارو 700k سابسکرایبر داره، کانتنتش نهایتا ریاکت، چیزای شروعه. آره مثلا تو کت من نمیره، نمیدونم رقصیدن جلو دوربین. نه حالا این هم نیست. باز مثلا میخوام اسم یکی رو بیارم خیلی گنده است، میترسم اول کاری کنسل شه. اگه ما چنلمون مانیتایز بشه اون اسمو میگم، اصلا میرم باهاش جنگ تو میدون جنگ. ولی آره یکی از ریاکتوراست خیلی هم معروفه الان، کسایی که یوتیوب باز باشن تو ذهنشون میاد کیه. یکی 700 کارم گفتم، یکم از فهمیدم فکر کنم. آره دبی هم هست، مربوط به میوت بودن و اینجور چیزا. آره دیگه خلاصه خبرم گذاشتی تو دکور، میخوام برم جنگی. آره من دبی نمیام، یه بنده خدایی اومد دبی داشتی پولش رو میخورد. نه اون قصه تفاهم بود. خب بچه اگر دوست دارین بفهمین یه پیج افشاگری داریم، پیج افشاگری. آره دیگه بحث مسخره بازی بودن آقای با مزه بودن بس. آره اگرم این پادکست رو میبینی اینا همش فانه، من اصلا سر جنگ باهات ندارم، حداقل نه الان. یکم که گنده تر باشم درسته درسته سایی دیگه همین. دیگه حرفی نداری؟ نه تو حرفی داری؟ نه دیگه همین حرفای آخری بود که زدم دیگه، تکرار کردنش فقط چرت و پرت. میخوای شروع کن دقیقاً این ویدیو رو قطع کن برو شروع کن. چی هستی واقعا؟ برو الان فکر کن که میخوای از کجا شروع کنی، چی رو دوست داری، امکانات اوکی کن، تواناییشو داری یا نه، زمانشو داری یا نه، جرأتشو داری یا نه، شروع کن. خیلی ممنون که با ما بودید تا الان. لایک سابسکرایب ما رو حمایت کنین حتما، اگر که دوست داشتین و براتون مفید بود به دوستاتون معرفی کنید و همین دیگه. من شایانم. منم علیرضام. خداحافظ. شبتون بخیر. خداحافظ. Flashlight. Crazy.